سرخط مهمترین خبرها: بیش از 9 میلیون دلار حساب بانکی قاسم رهبر را در شویتساریا یافتند. بحران اوکراین، ساکنان را از دنسک و لوهانسک بیرون میبرند. و دامادهای تاجیک سال گذشته در مسکو از همه سرخریدار بودند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 21 فوریه است. محققان OCCRP مرکز پژوهشی فساد و جنایت‌های سازمان یافته حساب بانکی قاسم رهبر یا قاسم قاسموف رئیس پیشین ولایت سوخت و وزیر سابق کشاورزی تاجیکستان را در بانک شویتساریا کشف کردند. به اطلاع آنها حساب بانکی سال 2004 گشوده شده تا سال 2011 فعال بوده است. در آن 8,883,230 فرانک شویتساری به حساب حاضره برابر به 9,641,000 دلار آمریکایی را نگاه داشتند. سرچشمه چگونه به دست آمدن این مقدار پول معلوم نیست. طبق قانون منصبداران دولتی در تاجیکستان از حق داشتن مبلغ در بانک‌های خارجی یا مالکیت در بیرون از کشور محرومند. تلاش‌های رادیوی آزادی برای تماس با قاسم رهبر تا این لحظه بی نتیجه بودند. در صورت پاسخ دادن او نظرش حتما پخش خواهد شد. پژوهشگران OCCRP قاسم رهبر را منصبدار متفق پرزیدنت امامعلی رحمان توصیف کردند که یک مدت تجارت پخته یکی از محصولات صادراتی تاجیکستان و منبع اساسی به دست آمدن اسعار خارجی را زیر نظارت داشته است. محققان نوشتند در یک پیام دیپلماتی آمریکا در سال 2008 او شخص با گذشته شبهه آور نامبر شده است، ولی در این زمینه شرح کافی در دست نیست. قاسم رهبر که در گذشته با نام قاسم قاسموف مشهور بود 58 ساله است و ماه ژانویه امسال رئیس شهر حصار تعیین شد. تا این دم ریاست کمیته رشد محل یک نهاد نو تأسیس را در تاجیکستان بر عهده داشت. از سال 1994 تا 1996 رئیس شهر خوجند بود. سال 1996 پس از 2 سال انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که در آن از امامعلی رحمان پشتیبانی کرد به منصب رئیس ولایت سوخت رسید. 10 سال در این مقام کار کرد. نخستین قطاره از منطقه جدای طلب دنسک به ولایت ورانژ روسیه رسید. در این قطاره 500 نفر جای داده شدند و بیشتر ساکنان از دنسک طریق اتوبوس بیرون برآورده شدند. مقامات روسیه گفتند ساکنان منطقه های جدای طلب دنسک و لوهانسک در 26 منطقه روسیه جایگیر کرده می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که به هر نفر از ساکنان جمهوری های خودخوانده LNR و DNR که به روسیه آمدند 10,000 روبل پرداخت کرده شود. خبرنگار رادیوی آزادی در دنسک میگوید ساکنان چندان خواهشی به روسیه رفتن ندارند، اما وعده رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین درباره پرداخت جبران آنها را برای ترک جای زیستشان مائل کرده است. خدمات مرزبانی روسیه گفته است در شبانه روز گذشته زیاده از 30,000 نفر از منطقه های جدای طلب دنسک و لوهانسک به روسیه آمدند. رهبران جدای طلبان در شرق اوکراین که از روسیه حمایه می شوند روز 19 فوریه دستور بسیج کامل نظامی را دادند و با این نگرانی ها افزایش یافت. وضعیت در منطقه های جدای طلب اوکراین نگرانی ها را درباره حمله روسیه به اوکراین بیشتر کرده است، هرچند مسکو به تکرار این را رد می کند. ولی برخی از کارشناسان می گویند ولادیمیر پوتین کارت نسل کشی را در اوکراین بازی کرده سطح جنگ اطلاعاتی غرب و مسکو را باز هم بالا میبرد. مسئولین فرودگاه شهر خوجند به شکایت ساکنان درباره راه ندادن مسافران به تالار قبول و گسیل پاسخ دادند. مسافرانی که برای پیشواز یا قبول خویشاوندانشان به فرودگاه شهر خوجند می آیند مجبورند که ساعتها در زیر باران یا آفتاب ایستند. چرا آنها را به داخل فرودگاه راه نمی دهند؟ پاسخش را در گزارش فرزان محمدی می بینیم. مسئولان فرودگاه بین‌المللی خوجند میگویند به این زودی ها نمیتوانند پیوندان مسافران را به تالار انتظاری راه بدهند. این مانع از یک سو به بازسازی فرودگاه و از جانب دیگر به بیماری همگیر ربط دارد. با البته که طول ما مایده است. بعد ما ایرا با تمامی ما ای 4 مرحله 3 مرحله بودت است. ما نو یکم مرحلهش تمام کردیم. غاز از این بود 90 متر دیگه با پیش می رود. بعد دیگه همه مرحله ما با کار دادیم در اون وقت همه مسافران می‌دونیم.
در روز نشست خبری رئیس فرودگاه که هوا سرد و بارانی بود، مشاهده شد که پیوندان مسافران ساعتها در بیرون بنا برای گسیل و پیشواز نزدیکانشان منتظر می نشستند و تنها از تیرزه می توانند ببینند که مسافران آمدند یا رفتند. دوره پیش ما همه آدما در آمده اونجا می‌ایستادن، زمستان و خود همه آمد همه خلق می‌شد. خیلی پیر است یا هست نمیمونه در آمده. رادیو آزادی یک ماه قبل نیز در این باره گزارش تهیه کرده بود و مسافران زیاد در این باره شکایت کرده بودند. من سرچم سوندنی یک جیانم همین در آمدنی درون با نمودسیم جوی وای نبود است شتامی گسل کردن با زال نبود است می بیرون استودیم. در دیگر جاها بی‌ملال میبید یگان فقط پرورکه میکنه بار لنتیکت میگذاره تلفنتون بالا اون استوبی میمونه بوتون میگذاره تلفنتون میگیره سومکتون میبرداره میداره میرید تا در آمده به رفتن کلینت وای با زالجیدانه با همونجوری استودام حقتونه تو پگیرز استودام حقتونه فقط اینجا ممکن نیست. مسئولان فرودگاه میگن این ساختمان ها با مبلغ جاری فرودگاه ساخته شده ایستادند و قرض و گرانت نمیگیرند. به همین خاطر کار آنها به کندی پیش می رود و سنه دقیق ساختمان پرره معلوم نیست. در صورت ساختمان پرره به اتمام رسیدنش در یک ساعت حدود 500 نفر مسافران را به تالار انتظاری می توانند راه دهند. به گفته آنها ترمینال خصوصی به طلبات جهانی جوابگو نیست و به این خاطر آن را استفاده نمی کنند. فرودگاه بین‌المللی خوجند یگانه و کلانترین فرودگاه در شمال تاجیکستان است که برای رویای مسافران فعالیت می‌برد. سال گذشته امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بارها به این فرودگاه آمد و بنای نوساخت و میدان آن را با مجسمه دعای مادر افتتاح کرد. فرودگاه سال 1954 ساخته شده و از آن تا حال بار اول به پررگی تعمیر شده ایستاده است. بعد کاهش یافتن بیماری همگیر حالا روزانه ده‌ها هواپیما از این مسیر پرواز میکنند و از هر منطقه تاجیکستان مردم میآیند. در فرودگاه بین‌المللی خوجند گفتند که بسته بودن مرزها و کاهش پرواز هواپیماها بین تاجیکستان و کشورهای دیگر در تقریباً یک سال گذشته بر ضررشان انجامید و حالا جانبدار زیاد شدن پروازها هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان. اداره ثبت اسناد حالت شهروندی مسکو یا به اصطلاح اداره زاکس میگوید سال گذشته در میان خارجیان از همه زیاد جوانان تاجیک با خانم‌های روس در پایتخت روسیه ازدواج کردند. نشریه کامسومولسکیا پراودا می‌نویسد سال گذشته در شهر مسکو 2500 عقد نکاح با خارجیان ثبت شده است. این رقم نظر به سال 2020 13% کم بوده است. با قبل منبع از 1500 شهروندان خارجی که با خانم‌های روس ازدواج کردند 355 نفر یا قریب چهارکشان شهروندان تاجیکستان بودند. بعد از تاجیکان مردان اوکراینی، قرقیز و بلاروسی بیشتر با خانم‌های روس ازدواج کردند. همان سال ده‌ها شهروند تاجیکستان با خانم‌های روس عائله‌دار می‌شوند. برخی از این جوانان می‌گویند هدفشان از ازدواج با خانم‌های روس آسان گرفتن شهروندی روسیه است. در سال‌های گذشته مقامات روسیه چندین حالت ازدواج‌های قلبکی شهروندان خارجی را با خانم‌های روس آشکار کرده بودند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 فوریه را فرا می‌گیرد. فеврали соли 1994 дар тоҷикистон дафтари созмони амнияту ҳамкорӣ дар аврупо боз шуд ки ҳадафи асосияш музоҳидат дар истиқрори сулҳ, дастёбӣ ба ислоҳоти демократӣ, баргузории интихоботи озоду демократӣ, пуштибонӣ аз низоми бисёрҳизбӣ ва озодии матбуот аст. вале 12 сола баъдаш равобити сиёсии душанбе ва созмони амнияту ҳамкории аврупо бо сабаби фароҳам кардани минбари баробар барои аъзои ҳукумат ва мухолифони ҳукумати тоҷикистон ба сардигароид. бо як ташаббуси юнеско рӯзи 21 феврал рӯзи байналмилалии забони модарӣ таҷлил мешавад. идораи илму фарҳанги созмони милали муттаҳид мегӯяд савод ва маълумот аз кӯдакӣ бар пояи забони модарӣ бунёд мешавад. аз ин рӯ донистани забони модарӣ барои ҳама мардумро ташвиқ мекунад. як роҳи беҳтар кардани омӯзиши забони модарӣ рушди фанновариҳо, сармоягузорӣ ба таълиму омӯзиш ва таъмини баробар ҳуқуқӣ аст.
21 феврали соли 2014 баъди солҳо омодагӣ ву талош маҷмӯаи 6 ҷилдаи таърихи халқи тоҷик чоп шуд, ки таърихи тоҷиконро аз замони қадим то имрӯз бозгӯ мекунад. таҳқиқоте ки аз ҷониби гурӯҳи калони таърихшиносони тоҷик ва зери назари Раҳим Масов нашр шуд, баъди тоҷикони Бобоҷон Ғафуров нахустин арзёбии муфассал ва калонҳаҷми таърихи миллат ба ҳисоб меравад. вале аз назари бархе мунаққидон дар ин маҷмӯа ҳамоно даврони истиқлоли Тоҷикистон ба таври пурра ва мунсифона фаро гирифта нашудааст. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 149 سامانه عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1130 سامانه برابر است. بیننده گرامی، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.